گفت خیلی خودمونی و مهم داریم با عنوان خوشبینی بی‌مرز، اعتماد بی‌چشم داشت، جایی که رابطه ها میلغزن. اینجا ریزآموزش، کانال خود شماست، جایی که با هم یاد میگیریم، با هم فکر میکنیم و خب پیشرفت میکنیم. موضوع امروزمون خیلی حساسه، اعتماد و خوشبینی توی روابط. راستش این محتوای خوب رو آقای محمدعلی مقدم زاوه که کارشناس ارشد ریاضی هستن با علاقه برای شما همراهان ریزآموزش آماده کردن و همین علاقه‌مندیشون باعث شد ما هم تو ریزآموزش خب اشتیاق پیدا کنیم که این بحث رو باز کنیم و با شما در میون بذاریم. از ایشون ممنونیم. دقیقاً موضوع همینه. میخوایم ببینیم این مرز باریک بین خوشبینی که خوبه و اون اعتمادی که خب دیگه کورکورانه میشه کجاست. آماده اید که با هم قدم به قدم بریم جلو؟ عالیه. خب پس بیایید بحث رو باز کنیم. همه میدونیم که اساس هر رابطه قوی اعتماد دیگه. شکی توش نیست. اما سوال اینه که این اعتماد اصلا چطوری شکل میگیره؟ چیزی که آقای مقدم‌زاوه هم روش خیلی تاکید داشتن برای ریزآموزش نقش صداقت بود. انگار مثل فونداسیون یه ساختمونه. وقتی شفافیت هست، راستگویی هست، خب اعتماد جون میگیره. دقیقاً. آره مثل همون فونداسیون میمونه و جالبه که چقدر هم میتونه شکننده باشه. یعنی کافیه یه ترک کوچولو، مثلا یه پنهانکاری حتی کوچیک یا همه حقیقت رو نگفتن بیفته توش، کل ساختمون اعتماد شروع میکنه به لرزیدن. البته خب کنار صداقت چیزای دیگه هم هست. تعهد واقعی، یعنی پاشوایسی، حمایت عاطفی، احترام متقابل، اینا همه با هم لازمه. آها، حالا برسیم به خوشبینی. خب کیه که از نگاه مثبت بدش بیاد؟ تو رابطه خیلی هم خوبه. استرس رو کم میکنه، کمک میکنه تو سختی آدم دووم بیاره، حال آدم بهتره کلن. اما اینجا یه امای مهم هست، نه؟ آره دقیقاً. بزرگش همینه که خوشبینی وقتی از حدش میگذره، یعنی دیگه زیادی میشه، میتونه خطرناک باشه. انگار یه عینک صورتی زدیم که نمیذاره مشکلات واقعی رو ببینیم. یا کوچیکشون میکنیم، مثلا ممکنه یه رفتارهایی که خب آسیب زننده است و نادیده بگیریم، با خودمون بگیم نه بابا منظوری نداشت. اینجاست که آسیب پذیر میشیم، چون داریم هشدارها رو جدی نمیگیریم. شاید هم انتظارات غیر واقعی داریم از طرفمون. شما تا حالا اینجوری شدید که حس کنید یه چیزی درست نیست ولی بگید ولش کن؟ اوه بله. و اینجاست که دیگه خیلی حساس میشه قضیه. وقتی این خوشبینیه میزنه بالا، ممکنه راه باز بشه برای چیزای بدتر، مثل سوء استفاده عاطفی. یعنی اونقدر غرق اون نگاه مثبت میشیم که رفتارهای اشتباه طرف، مثلا کنترلگریش یا تحقیر کردنش رو اصلا نمیبینیم، یا اگه ببینیم توجیه میکنیم. نکته‌ای که آقای مقدم‌زاوه هم برای بچه‌های ریزآموزش روش تاکید داشتن همین بود که آقا ببینیم اصلا طرفمون ارزش این همه خوشبینی بی حد و حصر رو داره یا نه. واقع‌بین باشیم. پس راه حل چیه؟ چطور میشه هم خوشبین بود هم حواسمون جمع باشه؟ به نظر من کلیدش اینه که یه تعادل هوشمندانه پیدا کنیم. بین چی؟ بین خوشبینی و واقع‌گرایی. یعنی هم خوبی‌ها رو ببینیم، قدرشون رو بدونیم، هم اینکه چشممون رو روی مشکلات و واقعیت‌ها نبندیم. اینجا دیگه گفتگوهای سریع خیلی مهم میشه. اینکه بتونیم راحت بدون ترس از اینکه قضاوت بشیم، حرفمون رو بزنیم، نگرانیامون رو بگیم و البته حرف طرف مقابل رو هم بشنویم. همونطور که آقای مقدم‌زاوه هم گفتن، وقتی فضای قضاوت نکردن باشه، آدما راحت‌تر خودشون رو نشون میدن، اعتماد عمیق‌تر میشه. درسته. خب حالا چطوری بفهمیم که این خوشبینی ما داره کار دستمون میده؟ یعنی از مرز گذشته، نشونه‌هاش چی میتونه باشه؟ مثلا اگه ببینیم یه سری الگوهای ناسالم هی داره تکرار میشه تو رابطه، بی احترامی‌ها، زیر قول زدن‌ها، اینا اگه دائمی بشه. یا اگه حس کنیم داریم هشدارهای درونی خودمون رو، اون نداهای کوچیک رو نادیده میگیریم. یا مرزهای مشخصی نداریم تو رابطه و طرف مقابل هی ازشون رد میشه. و در نهایت اگه حس کنیم بیشتر وقتا خسته‌ایم، ناامیدیم، انرژی نداریم، اینا میتونه زنگ خطر باشه. به نظرتون اینا آشنا نیست؟ چرا؟ خیلی هم آشناست متاسفانه. و یه نکته جالب دیگه هم که تو بررسی‌ها دیدیم اینه که مدل خوشبینی تو روابط مختلف فرق میکنه.
مثلا تو خانواده خب پیوندها عمیق‌تره، معمولا آدما خوشبین‌ترن و خب خطر اینکه چشممون رو روی مشکلات ببندیم هم بیشتره. تو دوستی‌ها شاید یکم متعادل‌تر باشه، چون بالاخره انتخاب کردیم و تجربه مشترک داریم. و تو محیط کار معمولا واقع‌بینانه‌تر هزیه، بیشتر بحث عملکرد و تعهد کاریه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع بکنیم چی میشه گفت؟ خوشبینی خوبه، لازمه، اما مثل نمک غذا میمونه، کمش بد، زیادش هم بدتر. اعتمادم که ستون رابطه است ولی باید آگاهانه باشه، یعنی با چشم باز و با مراقبت از خودمون. این مسیر یادگیری رو هم همینجا توی ریزآموزش با هم ادامه میدیم. آره، دقیقاً. و حالا یه سوال بمونه برای شما که بیشتر بهش فکر کنین. با توجه به این چیزایی که امروز گفتیم، شما خودتون توی روابط شخصیتون چطوری میتونید اون مرز حساس بین امیدواری که سازنده است و اون خوشبینی که مخربه و باعث میشه واقعیت‌ها رو نبینیم پیدا کنید و خب حفظش کنید؟ خیلی ممنونیم که وقت گذاشتید و امروز هم همراه ما بودید. یادتون نره اینجا ریزآموزشه، کانال خود شماست. و باز هم یه تشکر ویژه از آقای محمدعلی مقدم زاوه که این بحث مهم و مطرح کردن و باعث شدن ما تو ریزآموزش این گفتگوی مفید و برای شما عزیزان داشته باشیم. تا یه گفتگوی دیگه مراقب خودتون باشید.